به نام خدا، عرض سلام و ادب و احترام خدمت تمامی کاربران محترم. خب مطابق با قولی که به شما دوستان عزیز داده بودیم، من در یک جلسه آموزشی به طور کلی نحوه انجام معاملات خودم در صرافی‌ها رو خدمتتون توضیح میدم. ببینید، به طور کلی من چند تا از اندیکاتورهای بسیار مهم که میشه تشخیص داد روند بازار رو به شما توضیح میدم. از طرفی سعی میکنم کلاً شیوه معامله بر اساس کندل شناسی رو بهتون توضیح بدم و در نهایت نحوه انجام معاملات رو بر اساس تحلیلی که روی چارت انجام میشه به شما نشون بدم. خب اولین کاری که میکنید، شما باید توی یکی از صرافی های داخل یا خارج ثبت نام کنید. من توی جاوکس هستم و از جاوکس راضی هستم. امکانات خوبی داره، سرعتش خوب هست و غیره. شما میتونید توی هر کدام از صرافی که به اصطلاح مد نظرتون هست ثبت نام بفرمایید. منتها چیزی که برای جاوکس وجود داره که توی اغلب به اصطلاح صرافی‌هام هست و نکته مهمی که برای جاوکس وجود داره اینه که شما چارت روبروتون هست، معاملات هم روبروتون هست و امکانات دیگه‌ای که داره ثبت آلارم در اون برنامه‌ای هست. شما از امکانات ویژه میتونید تنظیم آلارم در اون برنامه‌ایتون رو انجام بدید. یکی از مهمترین ویژگی‌های تنظیم آلارم در اون برنامه‌ای اینه که شما اگه در هر زمانی و در هر مکانی باشید، خود جاوکس از طرف به اصطلاح سیستم مخابراتیش به صورت تماس تلفنی با شما تماس میگیره و میگه که مثلا هشدار شما برقرار شده. مثلا من میگم که اگه BTC یعنی همون بیت کوین، عنوانشو میذارم هشدار، مثلا هشدار بیت، بر اساس آخرین معامله به تومان و قیمت لحظه‌ای شما میتونید هشدارتون رو بذارید. شرط من اینه که وقتی بیت کوین رسید به قیمت مثلا 48100 دلار بیا به من هم نوتیفیکیشن بده، هم پیامک هم ایمیل بفرست، هم پیامک بفرست و هم تماس تلفنی داشته باش. این ثبت هشدار رو من ثبت میکنم. اگر که بیت کوین قیمتش بزرگ، الان قیمتش 46 تقریبا 47 هزاره، اگر رسید به قیمت به اصطلاح قیمتش 47 هزار دلار تقریبا، اگر رسید به 48100 جاوکس به من تماس میگیره. این امکان هیچ جای دنیا وجود نداره که جاوکس داره. من تبلیغی نمی کنم برای صرافی خاص، اما ما این حق رو داریم که صرافی رو انتخاب کنیم که امکانات بیشتری رو در اختیار ما قرار میده و راحتی بیشتری داره، ساده تر میشه باش معامله کرد. خب یه بخش داره جاوکس، بخش جستجو. اینجا میتونید ارزهای مورد نظرتون رو جستجو بکنید. بیش از 70 ارز دیجیتال داره جاوکس. مهمترین ارزهای دیجیتال رو لیست کرده، اونهایی که پروژه های بزرگی هستن، اونهایی که به اصطلاح ترند شبکه‌های اجتماعی هستن، اونهایی که کاربران زیادی تمرکز روش دارن، اونهایی که به اصطلاح سرشون به تنشون میارزه. این پروژه ها و این ارزهای دیجیتال رو لیست کرده توی به اصطلاح خودش. خب بحث اصلی ما اینه که من شیوه ترید کردن خودم رو به شما بگم. من صبح که میام به اصطلاح سر کارم، میام توی صرافی که باش کار میکنم، مثلا جاوکس، میام توی فرض کنید حالا داشبورد به عنوان مثال، و ارزی که مد نظرم هست رو میارم. اگه از قبل تحلیل کرده باشم
خب ببینم مثلا موقعیت اون عرضه تو کجاست، به چه صورته، و بر اون اساس میام اقدام به معامله میکنم. مثلا من امروز با توجه به اخباری که شنیدم یا هر چیزی میخوام برم روی دوج کوین. اینجا میتونید شما دوج کوین رو انتخاب کنید و اینجا از طریق سرچ هم میتونید بیاید و دوج کوین رو انتخاب کنید. ما میریم وارد صفحه معاملات آنلاین دوج کوین میشیم. معاملات آنلاین دوج کوین این امکان رو برای شما فراهم میسازه که بتونید آنلاین، یعنی صفحه معاملات آنلاین به صورت برخط فرایند خرید و فروش خودتون رو انجام بدید. خب اولین اندیکاتوری که ما میخوایم مورد بحث قرار بدیم اندیکاتور RSI هست که کافیه شما از این قسمت اندیکاتورها رو بزنید و به صورت انگلیسی بنویسید RSI Relative Strength Index. به اصطلاح شاخص قدرت رو نشون میده، اصطلاح عامیانه. من سعی میکنم به صورت عملی برم جلو و تا جایی که مقدور هست تئوریک رو خیلی باز نکنم، یعنی عملاً بیام به شما بگم که چه اتفاقی میفته. خب این رو اجازه بدید ما یه مقدار صفحه رو فول اسکرین بکنیم که بتونید دستمون باز باشه، بتونید بهتون توضیحاتی رو ارائه کنیم. ببین تایم فریم اینجا من RSI رو اضافه کردم، به این بخش RSI چی اضافه شد. پس RSI ما به محیط تحلیلمون اضافه شد. خب بذارید من رنگ این رو کمی تغییر بدم. دابل کلیک میکنم روی رنگ به اصطلاح لاین RSI، تنظیماتش بیاد و من یک سری تغییرات رو روش اعمال کنم که بتونیم به اصطلاح دیدمون یه کمی روشن‌تر باشه، بتونیم واضح‌تر ببینیم. حالا تا این تنظیمات بیاد من یک سری توضیحات کلی رو در رابطه با مواردی که برای RSI وجود داره بهتون ارائه میکنم. خب رنگی شما مثلا میذاریم این رنگی، یه مقدار هم بولدش میکنیم که بتونیم قشنگ این لاین RSI رو ببینیم. از طرفی شما میتونید اینجا آپر باندتون و به اصطلاح لاور باند و میدل باند رو تنظیم کنید هر طوری که به اصطلاح سلیقه خودتون هست. پس ما اینجا محیط RSI رو روبرومون داریم. من میخوام بهتون توضیح بدم کلاً RSI چی هست، چه کاربردی داره، نقاط اشباع خریدش کجاست و نقاط اشباع فروشش کجاست، همگرایی کی به وجود میاد، واگرایی منفی کی به وجود میاد و واگرایی مثبت کی به وجود میاد. به طور کلی از این RSI از یک سری اعداد و ارقام تشکیل شده که شما سمت راست میتونید این اعداد و ارقام رو ببینید. مهمترین بازه‌ای که برای RSI وجود داره بازه بین 0 تا 100 هست. خب یعنی اینجا اگه ما بخوایم علامت بزنیم میگیم بازه بین 0 تا 100 که مثلا 100 حدوداً میشه اینجا و بازه 0 هم حدوداً میشه این قسمت. حالا کم و زیاد شما میتونید تنظیم کنید دقیقاً روی 0 باشه. پس ما به طور کل با کجا کار داریم؟ ما با اینجا کار داریم. میبینید اینجا این محدوده کار داریم. دیگه وقتی RSI برسه به این محدوده ها، اینا محدوده های اشباع هستن، خب که بهتون توضیح خواهم داد. پس تا اینجا رو داشته باشید که RSI از دو تا بازه بین 0 تا 100 تشکیل شده و این خط RSI از اینجا به اصطلاح از این بازه تا این بازه و از این بازه تا این بازه در نوسان هست. این لاین RSI میانگین بر اساس میانگین قیمتی گذشته داره تشکیل میشه و بر اساس حجم معاملاتی که توی
این ارز دیجیتال داره صورت میگیره. خب پس این شد دو تا بازه RSI که RSI هم بین این دو بازه در نوسان هست، اما به طور عموم RSI بین بازه 30 و 70 به صورت نرمال میتونه نوسان داشته باشه. اگر از باند به اصطلاح 70 عبور کنه و بره به سمت بالا مثل این قسمت اینو بهش میگن وارد اشباع خرید شده، یعنی خریدارها دارن همینطور خریداری میکنن. یا این قسمت رو شما در نظر بگیرید، الان این دوج کوین وارد اشباع خرید شده و ممکنه حتی تا تا به اصطلاح باند 100 هم رشد بکنه به همین صورت. پس اینجا وقتی RSI به این لاین وارد شد، شما باید یه مقدار مواظب باشید، بلافاصله که به اصطلاح کندلی در تایم فریمی، چون ما تایم فریم 1 هستیم بهتون توضیح میدم، کندلی بسته شد، اگه RSI این به اصطلاح میبینید مثلا سر RSI رو به پایین اومد، اینجا رو به پایین اومد، میبینید رفت خورد به نقطه 70، چون این 70 عنوان یک مقاومت محسوب میشه و باند C به عنوان یک حمایت برای RSI محسوب میشه و باند میدل هم که روی 50 قرار داره به عنوان یک حمایت و مقاومت برای RSI در نظر گرفته میشه. حالا اگر که این مقاومت 70 رو به سمت بالا شکوند، خب میتونه اگه تثبیت کرد میتونه هنوز بره بالاتر، و اگر باند C رو به سمت پایین شکوند، یعنی حمایتش رو شکونده و میتونه بیاد به سمت پایین تر. باند 50 هم که به عنوان باند میانی در نظر گرفته میشه، اگه این رو مثلا RSI اینجا بوده رفته به سمت بالا، باند C رو شکونده، پس این میشه یک مقاومت براش که این مقاومت رو به سمت بالا شکونده و ادامه داده رشدشو. و اینجا رو در نظر بگیرید، اینجا RSI باند رو به سمت به اصطلاح پایین شکونده و ادامه داده اصلاحش رو و اومده باند C هم شکونده به سمت پایین و برگشته. بنابراین شما میتونید بر اساس این RSI مقاومت ها و حمایت هایی که روبروی شماست رو به راحتی تشخیص بدید، بدونید مثلا سهمتون چه موقع به مقاومت میخوره و چه موقع به حمایت میخوره. میتونید بر این اساس خرید و فروش کنید. مثلا اگه RSI اینجا اومد دقیقاً خورد روی خط C و رو به بالا شد، شما میتونید پوزیشن لانگ بگیرید، میتونید خرید کنید. یا اینجا اگه اومد خورد به 70 بعد اومد رو به پایین، میتونید معامله معکوس انجام بدید. شما میتونید همزمان اینجا معامله معکوس انجام بدید، یعنی یک معامله بالا بخرید. اینجا میبینید اگه من یه مقدار این رو بزرگ کنم، شما میتونید اینجا یک معامله معکوس انجام بدید، یعنی در واقع اینجا بخرید، وقتی RSI رسید به کف که اینجاها مثلا میتونه باشه چی؟ بفروشید. پس اینها نکاتی هست که من بهتون عرض کردم و اینها رو حتما مد نظر داشته باشید. به بحث اصلیمون خواهیم رسید. خب من وقتی میخوام بیام اقدام به خرید یک ارزی بکنم، خیلی سریع میام چیکار میکنم؟ میام RSIش رو نگاه میکنم، میبینم خب مثلا میخوام معامله معکوس انجام بدم، میبینم خب تو تایم فریم 1 دقیقه‌ای این بالاست و میتونم معامله معکوس انجام بدم. یا در تایم فریم 5 دقیقه‌ای نگاه میکنم ببینم این RSI کجاست. RSI بچه‌ها یه نکته دیگه هم که براش وجود داره اینه که اگر RSI از محدوده 50 به بالا باشه این وضعیت مطلوبی داره، اما اگر از محدوده 50 به پایین باشه یعنی RSI وضعیت مطلوبی ندارد.
پس نکاتی که ما به طور کلی گفتیم اینه که RSI بین محدوده 0 تا 100 در نوسان هست. محدوده طلایی RSI که بیشتر نوسان میکنه بین 30 هست تا 70. میبینید اینجا مثلا چقدر قشنگ به لاین 70 خورده، به عنوان یک مقاومت برگشته، دوباره به لاین 70 خورده. میبینید چقدر ریخته. اگه شما به تنهایی مبتنی بر RSI معامله میکردید، اینجا که به حمایت خورده برگشته یک خرید انجام میدادید، اینجا که به مقاومت خورده یه فروش انجام میدادید و بر این اساس میتونستید سود مطلوبی رو داشته باشید. خود RSI هم به مراتب مقاومت ها و حمایت هایی رو مبتنی بر لاینش داره. علاوه بر این محدوده ها، این باند ها، شما میتونید مثلا کف هایی رو که RSI به صورت مثلا همتراز با کف های قبلیش داره رو تشخیص بدید. به عنوان مثال RSI شما با یک نگاه میبینید که اینجا یک کفی بوده، اینجا این بخش، مثلا من اینو سایزشو بکنم 2، اینجا یک کفی بوده که بهش واکنش نشون داده و رفته به سمت بالا، برگشته دوباره به همین کف رفته و این کف رو شکونده. میبینید این قسمت کف رو شکونده، اومده به سمت پایین، پولبک زده به کف و ریخته. یعنی اگه شما این نکته رو بدونید، به راحتی میتونید معاملات خوبی رو باز کنید. اینجا اومده بالا، اینجا دوباره همون حمایتی که اینجا تبدیل شده به مقاومت براش شکونده به سمت بالا، یک پولبک زده، دوباره شکونده به سمت بالا. اینجا پولبک نهایی رو به همون سطح مقاومتی تشکیل داده. یک رشدی رو ما اینجا داشتیم. اگه من این رو کوچک بکنم یه خورده و به اصطلاح این رو فول اسکرین کنم، راحت‌تر میتونید ببینید. پس ما اینجا بودیم، گفتیم که اینجا RSI بزرگترش کنم، من قشنگ بهتون توضیح بدم. اینجا RSI از پایین رفته این سطح رو، این خط آبی رو که به عنوان یک حمایت بوده. ببین من این کف و این کف رو به هم متصل کردم و این کف رو خب به عنوان یک حمایت. پس اومد اینجا حمایتی که تبدیل شده بود براش به مقاومت، شکون به سمت بالا، پولبک زد بهش، ادامه رشدش رو انجام داد که اینجا پوزیشن ما میشه کجا؟ این قسمت. میبینید اینجا این رشد رو ما داشتیم. یعنی اگر شما همین نکته رو رعایت میکردید، چقدر مثلا سود میکردید؟ شما حدوداً از اینجایی که مثلا بگیم شما پولبک زده و میخریدید، تقریبا اینجاست تا اینجایی که رسیده به سقف. میبینید اولوش 3% شما مثلا میتونستید به راحتی در مدت 10 دقیقه سود کنید. خب اینجا پولبک زد، رفت خورد به کجا؟ خورد به مقاومت. وقتی خورد به مقاومت، اومد دوباره تا همون خط ریزش کرد، اصلاح کرد، مجدد این رو نشکوند، واکنش نشون داد. میبینید مسیر رو رفت خورد به مقاومت. وقتی خورد به مقاومت اومد پایین، مجدد این خط لاینی که ما به عنوان مقاومت و حمایت کشیدیم شکوند، پولبک زد و ادامه ریزشش رو انجام داد. بنابراین RSI میتونه بسیار در خرید و فروش های شما مؤثر باشه و بتونه بهتون کمک کنه. پس وقتی که RSI به محدوده های پایین تر، یعنی بین 30 تا 3، بین 0 تا 30 و بین 70 تا 100 قرار گرفت، این محدوده های اشباع خرید و فروش هستند. یعنی وقتی بین محدوده 30 و 0 تا 30 قرار گرفت، یعنی فروشنده ها دیگه خیلی دارن بیهوده میفروشن، یعنی دارن به مال خودشون
مال خودشون رو دارن آتیش میزنن به قول معروف. ما اینجا این قسمت یک اشباع فروش داشتیم. حالا من نمودار رو کوچکتر میکنم، نمودار رو کوچک میکنم بهتون روی چارت نشون بدم. میبینید این بخش از اینجاست، از این قسمت هست تا از این قسمت شروع میشه، از اینجایی که دیگه مثلا اینجایی که شروع به اصلاح کرده. میبینید نمودار اینجا شروع به اصلاح کرده، اومده وارد اشباع خرید شده، یعنی اینجا دیگه بیهوده دارن میفروشن. خب اینجا یه بالا داشته مجدد ریخته، یعنی وارد اشباع خرید شده. وقتی وارد اشباع خرید میشه موقعیت‌های خوبی رو برای اشباع فروش میشه، موقعیت‌های خوبی رو برای خرید فراهم میکنه. بعد شما میتونید به راحتی مثلا خریدی رو توی نقاط اشباع فروش داشته باشید. یا برعکس زمانهایی ما داریم که این RSI میره به سمت اشباع خرید، یعنی میره بین محدوده 70 تا 100، مثل من کوچکش کنم، مثل این بخش یک محدوده اشباع خرید هست. میبینید وقتی این سر کج کرد یا سر خم کرد به سمت پایین، شما باید دیگه وقتی خریدی رو باز کردید اینجا بفروشید، چون اغلب دارن دیگه اینجا اقدام به خریدهای بیهوده میکنن که شما میتونید بفروشید. خب اینم به RSI که ما در واقع گفتیم که RSI چطوری میتونه به شما کمک کنه. وقتی رسید به این محدوده های حمایتی، شما میتونید اقدام به خرید کنید، و وقتی رسید به این قسمت ها محدوده های مقاومتی، شما میتونید اقدام به فروش اون رمز ارزتون بکنید. اما همیشه این RSI نمیتونه به اصطلاح مبنای کار شما باشه، یعنی هیچ وقت شما اینجا شاید اقدام کردید به خرید، اما RSI همینطور رنج زد، شما بیشتر مثلا متضرر شدید. پس مثلا فرض کنید اینجا خورده به اینجا، شما روی حمایت اقدام میکنید به خرید، خب که توی مثلا قیمت 315 هست. خب میره بالا، میبینید رنج داره میزنه، دوباره میاد پایین، قیمت اینجا چنده؟ 313، یعنی شما ضرر کردید. دوباره میره بالا، مثلا اینجا میرسه به 32 سنت. پس همیشه مبنای کار شما نباید یک اندیکاتور خاص باشه. شما میتونید ترکیبی از اندیکاتورها رو توی کارتون استفاده بکنید. من به نظرم یک جلسه دیگه من براتون میذارم بحث واگرایی منفی و مثبت یا آردی مثبت و آردی منفی رو بهتون توضیح میدم، یا خب بذارید همین الان بهتون توضیح میدم که بتونید توی کارتون استفاده بکنید. دوستان ببینید، واگرایی منفی به شما آلارم میده که الان مثلا اگه ما واگرایی منفی داشته باشیم، به شما آلارم میده که این عرضه میریزه، این عرضه باید مثلا بریزه، باید اصلاح بکنه، بیهوده داره به سمت بالا رشد میکنه. یا اگه ما یه وقتایی به عنوان مثال آردی مثبت یا واگرایی مثبت داشته باشیم، داره به شما این سیگنال رو میده و میگه که این ارز دیجیتال به اصطلاح چی داره؟ بیهوده داره به سمت پایین اصلاح میکنه، داره ریزشش الکیه، اینطور داره میگه، یعنی به زودی یک پامپی رو روی این ارز دیجیتال خواهیم داشت. این رو داره میگه. من اگه بخوام یک واگرایی رو به شما نشون بدم، یک واگرایی منفی رو به شما نشون بدم، بهتر برم روی بیت کوین، چون بیت کوین این روزا واگرایی منفی خیلی به اصطلاح جالبی رو نشون میداد. میرم تو تایم فریم روزانه و اینجا بهتون
نشون میدم. گفتیم که میریم توی اندیکاتورها، به صورت انگلیسی می نویسیم RSI. خب اندیکاتور RSI اضافه شد، یه تنظیماتی رو با دابل کلیک روش اعمال میکنیم که بتونیم رنگش رو تغییر بدیم و در نهایت به شما بگیم که واگرایی منفی و مثبت چیه. همین الان من یک واگرایی منفی رو توی بیت کوین در تایم فریم روزانه با چشم میبینم که بهتون الان توضیح میدم که به چه صورته. ببینید واگرایی منفی و مثبت بر اساس سقف‌های جدیدی که هر سهم یا ارز دیجیتال میزنه بر اون اساس تعیین میشه. سقف‌هایی که هر ارز دیجیتال میزنند، خب بر اون اساس شما میتونید واگرایی منفی و مثبت رو به اصطلاح ببینید. من رو صورتی میکنم، یه کمی هم بولدش میکنم که بتونیم ببینیمش. خب بچه‌ها نگاه کنید، خیلی لطفاً دقت بفرمایید به بحث همگرایی. گفتیم که واگرایی منفی داره به شما میگه که مواظب باشید ما ریزش داریم. واگرایی مثبت داره به شما میگه که مواظب باشید، زرنگ باشید که ما یک مثلا رشد رو داریم. پس سعی کنید که وقتی واگرایی منفی به وجود میاد داره به شما میگه سعی کن اگه رمز ارزی داری مثلا بفروش، اگه شما نوسانگیر هستید، اگه هولدر هستید که هیچ دیگه. و اگر واگرایی مثبت داد به ما، به شما میگه یک موقعیت مناسب رو ببین و بخر، ارزت رو نگه دار تا بتونی سود بکنی. پس دوستان من ببینید گفتم که واگرایی ها بر اساس سقف هایی که تشکیل میشه تشخیص داده میشند. شما همینجا رو در نظر بگیرید، من این بزرگش کنم، همینجا رو در نظر بگیرید. این یه سقفه، خب این یه سقفه، این سقف دومه و این سقف سومیه که تشکیل شده. اوکی؟ از طرفی همین سقف RSI این یه سقفیش هست، اینجا سقف دوممون بود، اینجاست به اصطلاح سقفمون و سقف سوممون هم اینجاست در RSI. این واگرایی منفی بهش میگن. چرا؟ چون بیت کوین داره به سمت بالا میره، سقف بالاتر داره میزنه، میبینید؟ اما اندیکاتور RSI کماکان داره سقف‌های پایینتری میزنه. بیت کوین داره میره به سمت بالا، سقف بالاتر، سقف بالاتر و سقف بالاتر، اما اندیکاتور RSI سقف بالا، سقف پایینتر و سقف پایینتر. این بهش میگن آردی منفی. این داره به من و شما تأکید میکنه که مواظب باشید که ما یک ریزشی رو مثلا خواهیم داشت، یک اصلاحی مثل از اینجا تا اینجا رو مثلا خواهیم داشت، که باز هم من بهتون بر اساس به اصطلاح ترند لاین بهتون توضیح میدم که چطوری اینها رو ما رسم کنیم. من یک کلیک راست میکنم اگه حالا اعمال بشه. اینجا بیایم و این ترند ها رو، این چیزها رو پاک بکنیم، بهتون قشنگ نشون بدم که آردی منفی یعنی چی. من 3 تا سقف 1 2 و 3 رو برای شما کشیدم، میام بهش به هم بستشون میکنم 1 2 و 3. میدونید که این سقف ها الان رو به بالاست. میبینید شیبش رو به بالاست. حالا دقیقا میام رو RSI اون 3 تا سقفی که وضع کردم رو به هم متصل میکنم، میبینید که رو به پایینه. پس این خیلی واضح داره به شما میگه که مواظب بیت کوین باشید.
بیت کوین من تاریخ 8/6/1400 است، بهتون گفتم ساعت 12 ظهره. این رو به بالاست اما RSI رو به پایینه، داره آردی منفی رو به شما نشون میده. پس باید یک اصلاحی رو ما روی بیت کوین داشته باشیم. پس این شد آردی چی؟ منفی. حالا آردی مثبت یه وقتایی اینجا مثلا کف بالا، خب این یه سقفیه، سقف پایینتر، سقف پایینتر، میبینید مثلا این سقف رو در نظر بگیرید تو روزانه، اینم یه سقف، اینم یه سقف. خب سقف پایینتر، سقف پایینتر به مراتب داره 3 تا سقف پایینتر برای ما تشکیل میده. من اینا رو به هم وصل کنم، مثلا دارم میگم رو به نزول هست، میبینید. اما اگه من به RSI مراجعه بکنم دقیقاً، توی RSI هم میبینم که این سقف بالاست، سقف بعدی پایینه. خب سقف بعدی هم مثلا میگیم اینجاست، پایین تره. پس این بهش میگن یه همگرایی وجود داره و همگرایی هیچ مشکلی ندارد. این واگرایی منفی و مثبتی که وجود داره که مهمه. و اینجا ما یک واگرایی منفی بسیار ضایعی رو داریم که داره به ما جار میزنه که بیت کوین اصلاح خواهد کرد و مواظب بیت کوین باشید. من میخوام یه همگرایی واگرایی مثبتی رو به شما نشون بدم. اگر که این واگرایی مثبت رو میرید تو تایم فریم 4 دقیقه‌ای که فرصتمون بیشتر باشه اصطلاح بتونیم ببینیم. واگرایی مثبت زمانیه که رمز ارز داره میاد پایین اما سقف‌های پایین‌تر داره میزنه، اما توی RSI سقف‌های بالاتر داریم میبینیم. پس به این میگن آردی مثبت یا واگرایی مثبت. اگه من بخوام ببینم بچه یه مقدار حالا پیدا کردنش زمان بره. خب شما میتونید مثلا کجا پیدا کنیم که سقف‌های بالاتر زده باشه ولی این رو به نزول باشه؟ اینجا در کل این رو بدونید که اگر مثلا مثل همینجا اینجا، خب مثل اینجا سقف‌های این یه سقفیه که شما تشخیص دادید، بعد سقف پایین‌تر تشکیل داده، دوباره سقف پایین‌تر، اینجا سقف نسبت به قبلی پایین‌تر و اینجا دوباره مثلا یک قله پایین‌تری رو تشکیل داده. و شما فرض کنید RSI اینجاست توی سقف اولی سقف RSI و تو سقف دومی سقف RSI بالاتره. یعنی مثال دارم میگم این نزولیه اما RSI سقفاش چی؟ صعودی هست. به این میگن آردی مثبت. خب به این میگن آردی مثبت. پس اینجا داره به شما هشدار میده که مواظب بیت کوین باشید که میخواد صعود کنه. وقتی من این رو تشخیص دادم میام تو همینجا، حالا فرض کنید آردی منفی من مثلا شناسایی کردم. خب تو همین بخشی که من آردی منفی شناسایی کردم یعنی چی؟ یعنی بیا معامله معکوس بزن. پس منتظر یک فرصت میمونم، میام میگم خرید، نوع بازارم رو میکنم معکوس، یعنی بالا میخوام بخرم تا وقتی ریزش کرد سود کنم. 1/10 حالا 1/100 مثلا بیت کوین به مبلغ 13 میلیون تومان با چه قیمتی میخوام بخرم؟ وقتی میزنی خرید میاد تو صف فروش، یعنی شما در واقع باید بفروشی. اسمش از لحاظ تئوری خریده اما باید شما سل بزنی، سل براتون ثبت میشه. پس من میخوام یک فروشی رو بزنم به قیمت مثلا 1,3
300 تومن. خب 1,300,000,000 تومن من یک خرید معکوس رو اینجا میزنم و دیگه حالا یه روز 2 روز یا هر تعداد روزی که به اصطلاح لازم باشه من اینجا میبینید بیت کوینم ثبت شد. هر تعداد روز که لازم باشه من منتظر میمونم تا دیگه بیت کوین بیاد پایین و من بفروشم. پس این شد معامله معکوس. اما اگر آردی مثبت من شناسایی کردم، مثلا اینجا خب میام سبک معاملاتی خودم رو میکنم نرمال و یه دونه خرید نرمال توی این نقطه به راحتی خیلی سریع انجام میدم. خرید مثلا حالا هر تعداد که شما میخواید، مثلا بگم چی 65 میلیون، حالا این زیاده میگیم 13 میلیون تومان. به چه قیمتی میخوای بخری؟ مثلا به همین قیمت من میخرم و این رو میکنم مثلا یکی که بشه حالا 1,300,000. مثال دارم میگم من اینجا میخرم که میاد از این صفحه فروش یه دونه میبینید ازش خرید. پس به راحتی توی جاوکس بر اساس اندیکاتور RSI شما میتونید فرایند خرید و فروشتون رو انجام بدید. بچه‌ها به RSI خیلی میتونید اعتماد کنید، چون RSI یک اندیکاتور بسیار شناخته شده، بسیار قوی هست که به شما سیگنال های خرید بسیار محکمی رو میده. یعنی اگر شما روی تایم فریم مثلا روزانه باشید خب و سریع بیایید RSI رو نگاه کنید، اگه اینجا به RSI نگاه کرده بودید، اینجا RSI رو دیده بودید، خب اینجا مثلا اینجا میبینید که تو اشباح فروشه و شما میتونید بخرید. پس بیت کوین توی قیمت چقدر بوده؟ تو قیمت $30,000 بوده. دوستان دقت کنید، RSI اینجا سیگنال خرید داده، بیت کوین رو قیمت چند بوده؟ $29,000 بوده. اگه از همینجا خریده بودید درسته که چند روز شما رو علاف کرد، اما به قیمت $50,000 چی رسید. حتی اگه $50,000 هم نمیرسید، شما روی $29,000 خریده بودید، اینجایی که RSI رسیده به نقطه اشباع خرید توی قیمت $42,500 میتونستید بفروشید. متوجه اید؟ یا زمانی که اینجا RSI میبینید الان بچه ها من یه واگرایی منفی دیگه ای دیدم. خب مثلا بیت کوین انگار استاد واگرایی منفیه. میبینید اینجا یه سقف، این واگرایی منفی هم خطر داره دیگه، همینطور داره میره بالا ولی منفیه، رو به منفیه. میگه که یه سقوطی ما داریم. سقفش اینجاست، خب یه سقف دیگهش اینجاست. میبینید یه سقف دیگهش اینجاست و سقف نهاییش هم اینجاست. یعنی اینا رو به چی هستن؟ اینا رو به بالا دارن سقفاشون رو میزنن. اما RSI رو ببینید، سقف بالاتر، اینجا سقف بالاتر زده، RSI سقف پایینتر زده. اینجا سقف بالاتر زده، RSI سقف پایینتر زده. اینجا دوباره سقف بالاتر زده، RSI سقف پایینتر زده. پس این میشه یک واگرایی مبرم و ضایع آردی منفی. خب اینجا داره به شما میگه که آقا اون کسی که داری معامله میکنی، این بیت کوین داره چی؟ مواظبش باش، آردیش منفی. یعنی ما یه ریزشی داریم، مواظب اون ریزش باشید که اون ریزش اینجا بود. یعنی کافی بود شما RSI بلد باشید، اون ریزشه از اینجا بود تا بیاد اینجا. میبینید؟ پس دقت بفرمایید، شما اگه همین سقف ها هم به هم بس کنید با یک لاین، میبینید که اینجا دیگه بیت کوین اینجا بوده، تو این قسمت بوده، اینجا که این ترند لاین رو به سمت بالا شکونده، اینجا آغاز رشدش بوده که رفته رسیده به یک رشدی. در حال حاضر هم ما اینجا یک آردی منفی داریم که شما باید مواظب یک ریزش بیت کوین باشید. شاد و موفق و پیروز باشید.
امیدوارم که این تحلیل و این آموزش در واقع مورد پسندتون باشه. من اینطوری بچه‌ها تحلیل میکنم، من اینطوری خرید فروش میکنم، همینطوری نمیام اینجا بخرم فلانجا بفروشم ضرر کنم فلان کار بکنم. من به این سبک میام یک ارزی رو تحلیل میکنم و به راحتی میخرم، 10 روز 20 روز 2 ماه 3 ماه 6 ماه روی ارز میمونم که به اون سودی که به اصطلاح مد نظر هست برسم. بنابراین شما بر این اساس میتونید به راحتی تحلیلتون رو انجام بدید و اقدام به خرید و فروش رمز ارز بفرمایید. انشالله باز هم بهتون آموزش هایی رو ارائه خواهم کرد.